سلام، من پدرام، اینجا فیلمره. بریم معرفی سریال هیولای فلورانس. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشید. سریال هیولای فلورانس محصول سال 2005 ایتالیا نتفلیکس، یک سریال جنایی که بر اساس داستانی واقعی ساخته شده و کارگردانی سریال رو استفانو سولیما انجام داده. فصل اول سریال هم 4 قسمت داره. خب بریم سراغ خلاصه داستان سریال. در دهه 70 و 80 در نزدیکی شهر فلورانس ایتالیا، قاتلی خطرناک 16 زوج جوان را به طور وحشیانه به قتل میرسونه و در حالی که مردم شهر در وحشت و ترس به سر میبرند، پلیس همچنان سرنخی از قاتل یا قاتلین به دست نیاورده تا اینکه پرونده یک قتل قدیمی که شباهت‌هایی به قتل‌های انجام شده داره توجه مامورین را به خودش جلب کرده و شاید کلیدی برای حل این پرونده و معما باشه. خب سریال جدید نتفلیکس یک سریال درام جنایی که در ایتالیا ساخته شده و کارگردانی سریال رو هم استفانو سولیما انجام داده. فصل اول سریال 4 قسمت داره و داستانش بر اساس داستان واقعی هیولای فلورانس، اولین قاتل سریالی شناخته شده ایتالیا که پرونده بسیار جنجالی هم بود در زمان خودش ساخته شده و سریال میشه گفت داستان تقریبا جذاب، خوب و جالبی داره که البته کمی در میانه های سریال ریتم سریال کند شده و در داستان پردازی به مشکل میخوره، ولی در کل به خوبی تونسته داستان خودش رو تعریف کنه و اگر طرفدار سریال های جنایی و جنایت های واقعی هستین، گزینه خوب و جذابیه برای تماشا کردن و وقت گذاشتن این سریال. خب ممنون که تو این ویدیو هم با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ما لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.